یک درختی که خشکیده باشه به او آب بتی، کود بتی، زیر آفتاب بانیشه دوباره رشد میکنه؟ رشد میکنه. او درختی که خشک شده باشه، ریشش خشک شده باشه، نه آب برش فایده میکنه، نه کود فایده میکنه، نه زیر آفتاب. اونایی که نماز نمیخوانن ریشهشان خشک شده، مرده هستن. اونا مرده هستن. به گفته حافظ تر از اونها به فتوای من نماز بخوان، به فتوای من نماز جنازی از او را بخوان که مرده. و اگر کسی ریشش، درختی که ریشش به زمین هست، و آبم به او فایده میکنه، کودم به او فایده میکنه، نور آفتابم به او فایده میکنه، رشد میکنه. کسی که نمازش هست در زندگیش، نماز داره، اگر دیگر چیزها در زندگیش کم رنگ است ولی نمازش را پنج وقت میخوانه درست، این را بدانی امروز و فردا الله دست از او را میگیره. و زمان صدای او را میشنوه که هیچ کس صدای او را نشنوه. زمان به فریاد از او میرسه که کل دروازه های دنیا برایش بسته شده باشه. مگر نگفتیم که روز محشر که جانگداز بود، اولین پرسش از نماز بود. این حدیث را گوش کن، این از این حدیث گرفته شده. رسول صلی الله علیه وسلم میگه اول ما یقضى به العبد یوم القیامه من عمله الصلاه. اولین چیزی که روز قیامت مورد بازخواست قرار میگیره و پرسش قرار میگیره نماز است. فإن صلحت فقد افلح و انجح. اگر نمازش روز قیامت درست برآمد، مسلمان نمازش در ترازو برابر آمد، در فلتر خدا درست برآمد، فقط افلح، این رستگار شد و انجح، به مطلوب خود رسید. و این فسدت، اگر این نماز درست نبود، پناه بر خدا کسی را نامه اعمالش باز کرده شود نماز نباشد اوجه. دیروز یک مادر تماس کشید، مشکل داشت در زندگی خودش و گریه میکرد، میگفت ما از زمانی که تولد شدیم سنیم به 25 رسیده، من مادر من ندیدیم که نماز خوانده باشه. شاید کسایی در شهر ما باشه که سنش به 70 رسیده باشه نماز نخوانده باشه، به 70 رسیده باشه نماز نخوانده. ما از کجا دست ما با ظلم آلوده میشه؟ نماز درست نیست. زحمت میکنه یک جوان که من اصلاح شوم، متقی شوم، دستم از گناه گرفته شوم نمیشود، نماز نیست. چون بهترین یار و مددگار و کمک رسان در مسیر حق بر تو نماز است. قرآن چی میگه؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این کی گفته؟ الله گفته. الله دروغ میگه؟ یقینا نماز از فحشا و منکرات انسان باز میداره. چرا غیبت میکنیم؟ نماز خوب نیست. چرا توطئه میکنیم؟ نماز خوب نیست. چرا بهتان میزنیم؟ نماز خوب نیست. این نماز ما خیلی زیاد مشکل داره. رسول صلی الله علیه و سلم هر امر خوشی و غمی که برش می آمد، پیشتر درباره غم گفتم براتون، حتی اذا جاءه امر سرورین، اگر با پیامبر یک امر خوشحالی می آمد چی میکرد نبی علیه السلام؟ خر ساجدا شاکرا لله، خود را به سجده می انداز به خاطر شکرانگی الله. و رسول صلی الله علیه و سلم می دانست که نزدیکترین را، قریبترین را به پروردگار عالم یک بنده زمان داره که در کجا باشه؟ اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد. ای برادر مسلمان، ای پدر بزرگوار، ای خواهر و مادری که آواز مرا میشنوید، حلال مشکلات تو در نماز است. کلید تمام قفلهای زندگی تو در نماز است. خوشبختی زندگی تو در نماز است. آرامش دل تو در نماز است. تلاش بکن هیچی در زندگی جای نماز را نگیرد. بعضی ها عروسی جای نماز را گرفتن، و بعضی ها دکانش جای نمازش گرفتن، و بعضی ها موبایلش جای نماز گرفتن، و بعضی ها گیمش جای نماز گرفتن. تلاش کو به هیچ چیز جای نماز را نتی.
چرا اونهایی که نماز نمیخوانند، من مثال بگویم، یک درختی که خشکیده باشه به او آب بتی، کود بتی، زیر آفتاب بانیشه، دوباره رشد میکنه؟ رشد میکنه. او درختی که خشک شده باشه، ریشش خشک شده باشه، نه آب برش فایده میکنه، نه کود فایده میکنه، نه زیر آفتاب. اونایی که نماز نمیخوانن ریشهشان خشک شده، مرده هستن. اونا مرده هستن. به گفته حافظ سر از اونها به فتوای من نماز بخوان، به فتوای من نماز جنازی از او رو بخوان که مرده. و اگر کسی ریشش، درختی که ریشش به زمین هست، و آبم به او فایده میکنه، کودم به او فایده میکنه، نور آفتابم به او فایده میکنه، رشد میکنه. کسی که نمازش هست در زندگیش، نماز داره، اگر دیگر چیزها در زندگیش کم رنگ است ولی نمازش را پنج وقت میخوانه درست، این را بدانی امروز و فردا الله دست از او را میگیره. و زمان صدای او را میشنوه که هیچ کس صدای او را نشنوه. زمان به فریاد از او میرسد که کل دروازه های دنیا برایش بسته شده باشه. چون یک ارتباط محکم یک بنده با پروردگارش همین نماز است، زنجیر محکم. رسول صلی الله علیه و سلم میگه وقتی با امت میآید که زنجیرها، این دین با انسانها مثل زنجیر وصل است. این زنجیرها یکی پای هم حلقهش کنده شده میره، میگه مسلمان به حلقه دیگه چنگ میزنه، یک حلقهش کنده میشه به حلقه دیگه چنگ میزنه، آخرین حلقه‌ای که باقی میماند نماز است. اگر این حلقه از دست مسلمان کنده شد، هم تبای دنیا هم تبای آخرت. بیا جوان عزیز، پدر بزرگوار، مادر گرامی که آواز من بعداً میشنوید، بیا به سمت نماز. سلطان صلاح الدین ایوبی را شما میشناسید. سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح قدس، شیرمرد تاریخ که امروز ما سلطان صلاح الدین نداریم که اشغال شد غزه و فلسطین. ما در وقت کارزار، در وقت نبرد و جنگ در میدان که از هر دو طرف تیرها می آید، جرقه و روشنایی شمشیر به آسمان بلند شده، کل میدان را خاک گرفته. پسرش دنبال سلطان صلاح الدین میگرده که پدرش پیدا کنه کجا است. میبیند که پدرش از سر اسب پایین شده، رو به طرف قبله در حالت نماز است. میبینه که در حالت نماز است. پسر نزدیک میشه، میگه پدر جان وضعیت چگونه است؟ جان شما در خطر، دشمن از اردوگاه شما را تماشا میکند، صدها نفر برای ترور شما گماشته است، شما تنها اینجا چیکار میکنید؟ گفت پسرم نماز میخوانم. گفت پدر جان در این حالت؟ گفت پسرم این همه جنگ، این همه کشتار، این همه نبرد برای این است که ما بتانیم نماز بخوانیم، آزاد باشیم که تا رو به طرف قبله بیاوریم، به پیشگاه پروردگار خود سجده کنیم. این نبرد من برای این است که فرزندان این امت بتوانند بعدها رو به طرف قبله بیاورند، سجده بکنند. ولی ما خیلی آسوده در خانه خوابیده هستیم، نماز از دست ما رفته. کجا بودی؟ در سفر بودیم 5 وقت نماز نخوانده. کجا بودی؟ مهمانی فلانی بود 2 وقت نماز از پیشش رفته. کجا بودی؟ در بازار من سودا می آوردم خانه، نماز از پیشش رفته. مادر کجا بودی؟ به دیگ پختن مصروف بودم. مادر کجا بودی؟ در عروسی بودم. نماز خواندی؟ من همیشه میگویم وقتی شوهر می آید به خانه از زن خود پرسان میکنم چرا این دیگ شور کردی؟ چرا نمکش کم است؟ چرا نمکش زیاد کردی؟ تو را خدا چند فیصد مسلمانان امروز در افغانستان بیاین خانه پرسان کنه دخترم نماز خواندی؟ همسرم نماز خواندی؟ نیست این حالت. ما شکوه و گلایه را از کی بکنیم؟ از خدا شکایت داریم که خدا نمیبینه ما را، خدا خوب میبینه. ما بی‌وفا هستیم. پس ما از شیرینی و شوری دیگ پرسان میکنیم ولی از نماز پرسان نمیشه. حتی شاید بسیاری پدرها باشه پرسان کنه بچیم موبایل کردیت داره؟ در جیبت پیسه هست؟ سبحان الله. در خانه میوه داری؟ خربوزه در خانه هست؟
ولی یک بار پرسیدی همسر نماز دیگر خود تیر شده نماز خواندی؟ نماز شام تیر شد نماز شام خواندی؟ بزرگان دین تمام هم و غمشون نماز بود. یکی از بزرگان دین نمازش یک نماز مریض بود نتوانست به مسجد بیاید. دو تا از بزرگان دین به زیارتش رفتن، برشان گفتن که به خاطر آمدیم که شاید مشکل پیدا شده باشه. گفت چرا؟ گفت نماز نامده بودین، به خاطر تسلیت امی آمدیم پیشت که چرا نماز امروز یک نماز از شما فوت شده. صحابه پسرشان میمرد درد برشان نبود اگر یک نماز از پیششان فوت میکرد. در غزوه احزاب رسول صلی الله علیه و سلم با مشرکین احزاب حزبها جمع شده بود، گروه ها جمع شده بود، مشرکین یهود نصارا همه بر علیه رسول صلی الله علیه و سلم جبهه گرفته بودند که تا رسول الله صلی الله علیه و سلم را به شهادت برسانند و اسلام را بساطش از مدینه جمع بکنند. اطراف مدینه را محاصره کرده بودند. غزوه خندق هم مشهور است. غزوه آنقدر روز سخت شد به مسلمان های، قدر اوقات سخت آمد که نماز عصر از پیششان رفت. بر رسول صلی الله علیه و سلم اینقدر سخت رسید که دست بلند کرد دعا کرد خدایا خانه هایشان پر از آتش بگردان، قبرهایشان پر از آتش بگردان که نماز از ما گرفتند. یک نماز رسول صلی الله علیه و سلم در وقت کارزار در جنگ نهاوند ایران حضرت انس اشتراک کرده بود. در این جنگ یک نماز از حضرت انس فوت کرد چون حالت مسلمان ها در تنگنا قرار گرفته بودن، از چهار طرف محاصره شده بودند. حضرت انس وقت پیدا نکرد که نماز بخوانه. تا آخر عمر خود افسوس میخورد ای کاش در امون جنگ نهاوند اشتراک نمیکردم من. سبحان الله، در جهاد بودن، در جهاد بودن، ولی چقدر این نماز پیششان ارزش داشت. ما در اسلام نماز خوف داریم. نماز چی؟ خوف. در حالت ترس خوانده میشه نماز خوف. کدام نماز میگه؟ اون نمازی که مجاهدین در جبهه هستن، دشمن از چهار طرف هجوم آورده به سر مسلمان ها. اسلام تعلیم داده نماز خوف که دو گروه تقسیم شوین، یک گروه بروین نبرد بکنین، گروه دیگر بیاین پشت امام نماز بخوانین. اگر 4 رکعتی بود 2 رکعت بخوانین، بروین با پشت پیشروی در جبهه برین، در جنگ برین. اون مجاهدین کوجه استاد بود بیاین 2 رکعت دیگر پشت امام بخوانن. سبحان الله. اگر 2 رکعتی بود 1 رکعتش بخوان برو به جبهه، اون مجاهدین کوجه هستن بیاین رکعت دیگر پشت امام بخوانن. چقدر اهمیت داده. وقت صفت مؤمنان بیان میشه در قرآن، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردان خدا، مردان نیک غافل نمیکنه ایشان را، تجارتشان، بیعشان از ذکر پروردگار و از نماز خواندن و از دادن زکات. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. اونا به خاطر چی نماز میخوانن؟ از روز میترسن که چهره ها و قلب ها دگرگون میشه که روز قیامت است. بیاین عزیزان من برگردیم به سمت الله. اگر عزیزایی که نماز میخوانن نماز بعد ازی خوبتر بخوانید، رکوع را درست سر بکنید، سجده را درست تر بکنید.